سلام به همه دوستانم. امیدوارم حال دل تک تکتون عالی باشه و همیشه سالم و سلامت کنار خانوادتون زندگی کنین. من سیرانم و به کانال سیران مایند خیلی خوش آمدید. دوستان ممنونم به خاطر لایک هاتون و کامنت هایی که باعث میشه بیشتر با هم دیگه در ارتباط باشیم. امروز میخوایم در مورد مهمترین عامل ناتوانی در جهان یعنی افسردگی با هم صحبت کنیم. حدود 8% از مردم جهان و نزدیک به 13% از مردم ایرانمون با افسردگی دست و پنجه نرم میکنن. از اونجایی که یک بیماری روانی هست، از این رو درک اون میتونه بسیار سخت‌تر از یک بیماری جسمی باشه. همه ما تو زندگیمون هر از گاهی دچار احساس ناراحتی میشیم که میتونه علتهای مختلفی داشته باشه، مثل تغییر یا از دست دادن شغل، مثل کم شدن پول جیبمون، مثل کسب یه نمره بد. حتی بعضی موقع بارون باریدن هم باعث میشه یه احساس ناراحتی در درونمون ایجاد میشه. نباید احساس افسردگی را با خود بیماری افسردگی اشتباه در نظر بگیریم. اما افسردگی بالینی متفاوته و یک اختلال پزشکی در نظر گرفته میشه. فرد اگه خودش هم بخواد نمیتونه به همین راحتی این بیماری از بین بره و حداقل حدود 2 هفته متوالی با بیمار همراه میمونه و توانایی‌های فرد رو در کارش، فعالیت‌های روزانه، احساساتش و غیره به شدت پایین میاره. محققان علوم اعصاب هنوز نتونستن تصویر کاملی از آنچه که باعث افسردگی میشه رو ترسیم کنن و حتی ابزار تشخیص دقیق این که پیش بینی کنه افسردگی دقیقاً از کجا و چه زمانی شروع میشه در اختیار ندارن. ولی خب به نظر میرسه این امر یک تعامل بسیار پیچیده بین ژن‌ها و محیط مرتبط هست. افسردگی علائم روحی مختلفی داره، مثل پرخوابی یا کمخوابی، بی‌اشتهایی یا به شدت اشتهای آدم زیاد میشه. از اون چیزایی که لذت میبره دیگه الان لذتی نمیبره. عدم تمرکز، کمبود انرژی، گاهن انرژی زیادی داره و گاهن هیچ انرژی نداره برای انجام کارش. احساس گناه یا بیارزشی میکنه و بعضی موقع شدید به خودکشی فکر میکنه. در اینجا میخوایم به چند مورد در واقع راه‌های کاربردی برای پیدا کردن درمان افسردگی اشاره کنیم. اول، همه تراپیست های عزیزمون در جامعه وجود دارن و در کنار این عزیزان هستن تا کمک کنن این بیماری از بین بره. باید در نظر بگیریم که افسردگی یک ویژگی یا ضعف شخصیتی نیست. کسی که دستش میشکنه و نمیتونه با اراده خودش اون رو ترمیم کنه و دوباره به زندگی خودش برگرده، افسردگی هم مثل اونه. به یه روانکاو عزیز مراجعه میکنه و با استفاده از راهکارهایی که بهش ارائه میشه دوباره به زندگی عادیش برمیگرده. دوستان در نظر بگیریم که تا وقتی خودمون به این بیماری دچار نشدیم خودمون رو با یک فرد افسرده مقایسه نکنیم. به گفته مؤسسه ملی بهداشت روان یک فرد افسرده حدود 10 سال طول میکشه تا از روانکاو کمک بخواد. پس در نتیجه یکی از مسئولیت‌های ما اینه که به فرد افسرده کمک کنیم، جرأت بدیم تا به تراپیست‌های عزیزمون مراجعه کنه. در نظر بگیریم که اولین قدم برای فرد افسرده خیلی سخت خواهد بود، ولی رفته رفته این قضیه حل میشه. دوم، میتونیم از داروها کمک بگیریم. داروهای خیلی خوبی مثل آستنترافل و فلوکسیتین وجود داره که با تجویز روانکاو میتونیم مغز و ترکیبات شیمیایی مغز رو تقویت کنیم. سوم، نوروتراپی یک روش نوینی هست که میتونه سلولهای عصبی رو تقویت کنه. با استفاده از تمرین ذهنی و اعمال جریان الکتریکی به وسیله الکترودهایی که در کف سر گذاشته میشه، در واقع بهبود خیلی کاملی برای ما به ارمغان داره. در زمانهای گذشته از این شوک الکتریکی استفاده میکردم.
یه شوک الکتریکی که در واقع یه تشنج کنترل شده وارد مغز میکردن. همچنین در آینده میشه از تحریک مغناطیسی هم کمک گرفت، ولی فعلا این کار در حال بررسی هست. گفتگوهای بازی در مورد بیماری‌های روانی من جمله افسردگی صحبت بشه. وقتی اطلاعات کافی و گفتگوی بسیار آشکارا در مورد بیماری‌های روانی صحبت میشه، مردم اطلاعات کافی در اختیار دارن و در نتیجه میتونن بهترین راه رو برای درمان در اختیار داشته باشند و یک نوع احساس شرم و گناهی که از بیماری‌های روانی دارن با خودشون کنار بیان و قبول کنن. اینطوری دانشمندان عزیزمون هم میتونن به تحقیقات بهتری انجام بدن و راههای بهتری را در اختیار بیمارانمون قرار بدن. دوستانم ممنونم تا اینجای ویدیو همراه من بودید. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشید.